خب همیهنان گرامی، در این بخش به خواسته بعضی از شما عزیزان که تلفن فرموده بودید و چند ایمیل من جمله چون از ایرانه، ایشون رو بدون اشاره به اسم فامیلیشون آقای طاهر از ایران خواسته بودن که به خصوص ادامه صحبت بدم با آقای دکتر علی صدارت و البته سوالای دیگه هم از آقای دکتر رئیسانا در این ایمیل داشتن که من از آقای دکتر رئیسانا هم اون سوالا رو خواهم کرد. بر صورت خوشحالم که با آقای دکتر علی صدارت از نیویورک هستم و همانطوری که بیاد دارید در 4 برنامه قبلی به طور مشخص معلومه که آقای دکتر صدارت باور دارند که ایران دچار یک بیماریه، یعنی مردم ایران دچار یک نوع بیماری فرهنگی هستند و فعالیت ایشان اصولاً بر رفع یا کمک به این رفع این بیماری هست و از ایشان متشکریم البته. و باز هم به یاد دارید به خصوص در برنامه آخری هفته پیش که من گرفتاری اصلی یا عامل اصلی سیاه روزی ایران رو فرهنگی نمیدانم شخصا، و بلکه دخالت بیگانه در اموری که صرفاً مربوط به مردم ایرانه، مثل انتخابات و دیگر قضایایی که صرفاً مربوط به مردم ایران هست، میدانم که عدم دخالت بیگانه اگر باشه مردم ایران خوب میدانن که چه باید بکنن. ولی اکنون با آقای دکتر صدارت باز هم سلام میکنم بار دیگر و از ایشان این گونه سوال میکنم که خب آقای دکتر، ما اگر قبول بکنیم که بیماری فرهنگی دچار مردم ایران شده، این بیماری که همونطور که در صحبت‌های قبلی هم شما تایید کردید و بنده هم قبول دارم این رو، این بیماری ژنتیکی نیست البته، بنابراین از یک جایی و یک نوع بیماری شروع شده. من از جناب عالی استدعا میکنم امروز مشخصاً این بیماری از کی شروع شده و نوعش چیه، چگونه بیماریه این، تا اینکه جناب عالی که پزشک هستید بتوانید به رفع بیماری بپردازید. من میکروفون رو به جناب عالی واگذار میکنم. سلام دارم به شما آقای اسیری، سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم، به خصوص هم میهن عزیزم در میهن عزیزم آقای طاهر. تشکر. با کمال میل در خدمتتون هستم. به یاد نمیارم جایی من کلمه بیماری فرهنگی رو در مورد ایرانیان استفاده کرده باشم. یعنی اشکال فرهنگی میدونید، حالا بیماری اگه نگفتید مسئله رو مسئله فرهنگی میدونید. بله دیگه، به حال حالا اونم باید توضیح داد که یعنی چی آخه مسئله فرهنگی، ولی یک راجع به بیماری هم میشه صحبت کرد. به هر حال همونطور که شما گفتید این قسمتی از شغل منه و در مریضخانه و مطب مسائل روانی و روانپزشکی و در جوار اون غیر اصطلاح روانی و روانپزشکی رو هم بهش مجبورم برسم هر روزه، و وقتی که اون رو در ابعاد بزرگتر بهش نگاه میکنیم روانشناسی جامعه رو میشه بررسی کرد و همونجور که شما گفتید اگر که این کار بکنیم میشه بیماری رو اول باید تشخیص داد، ببینیم که طول مدتش چه شکلیه، آیا مزمنه، آیا حاده. درسته. بعد از تشخیص بیماری رو میشه درمان. بله. لازم یه توضیح کوچیکی خدمت شما عرض بکنم با توجه به اختلاف نظری که شما مطرح کردید در مورد روشی که ما داریم، یعنی ما منظورم جناب عالی و من هستش یا گروهی مثل شما یا گروهی مثل من. بله. شما فکر میکنید که عامل خارجی به اصطلاح مسبب اوضاع کنونی کشور ماست. بله. من بیشتر
در مورد عامل داخلی صحبت کردن و عامل مردمی. بله. نه به عنوان مقصر، اصلا تصمیم به مقصریابی ندارن و نه به عنوان سخنران، بلکه به عنوان یک کسی که یک نظری داره و با کمال میل نظرش رو در اختیار هموطنان عزیز خودش میخواد بذاره برای بحث کردن. بله. این حالا به درمانم وقتی که برسیم، مسئله به اصطلاح یک محکومیت یک جرمی نیست، صرفا یک پیشنهاده. توجه دارید که پیش طبیبم که میرید مثل قاضی محکومیت مثلا زندانی چیزی به شما نمیده، نسخه به شما میده. اگر که دوست داشتید نسخه رو میپیچید، اگرم نخواستید نمیپیچید. درست. اگر که از این رفتار بکنید دیگه اونا فرق زیادی با آقای ولی مطلقه قاعدتا نخواهید. بله درست. تمام عرایض من یک نظره که الزاماً بایستی که راجبش صحبت کرد و تمام پیشنهادات هم یک پیشنهاده، یک بله. به اصطلاح تعیین تکلیف واسه هموطنان عزیزم نیست. این برمیگردونه ما رو که اصلا برای چی ما داریم این حرفا رو میزنیم. دلیلش خیلی ساده است. سعی میکنم که حداکثر استفاده رو از این 24 دقیقه وقتی که مونده بکنم. برای همین اگر که موافق باشید خیلی سعی میکنم سریع و به اصطلاح روی نکته فقط صحبت بکنم. اگر که این خیلی خوب بود که این بحث ما شروع شد که آیا به اصطلاح جمهوری اسلامی مساوی است با نجات ایران. این مصاحبه‌ای بود که تبدیل به یک مباحثه شد و حالا این مباحثه من خیلی هم به اصطلاح گرامی میدانم این مباحثه رو. حالا هر چقدر که حوصله این برنامه و شنونده‌های شما اجازه بده اینو میشه ادامه داد، برای اینکه مسلماً امثال دوست عزیزمون هموطن عزیزم آقای طاهر کم نیستن. بله. 7 دقیقه دیگه وقت دارم که در خدمت شما باشم. عرض کنم که عوامل مؤثر رو اگه بخوایم به صورت سرفصل‌وار در مورد وضعیت موجود کشور راجعش صحبت کنیم، من با شما هیچ بحثی ندارم که قدرت خارجی یکی از اون عوامل. اینا به سادگی میگن از همون موقعی که بریتانیای کبیر بود، خورشید در به اصطلاح قلمرو بریتانیا غروب نمی‌کرد تا حالا که رسیده به اینه که هست، به صورت واضح به شکل‌های مختلف اونی که مقتضای زمانه و مکانه بوده میگفتن که منافع ملی ما بایستی که عرض کنم که تامین بشه. الانم حتی آقای اوباما که خب از لحاظ جنس و بافت شناسیش هم فرق میکنه با آقای جورج بوش و مکین، ایشون هم راجع به منافع ملی صحبت میکنه، نه از حقوق اون چیزی که باید صحبت بکنه. اون وقت حقوق ملی امریکایی با حقوق ملی ایرانی در میامیزه و اون وقت اصلا این مجادله ها وجود نداره. بله قدرت خارجی هست و کمش بکنید زیادش بکنید متاسفانه فرهنگ توازن قواست، فرهنگ تقابل و فرهنگ منافع. اون وقت منافع هم که راجبش صحبت میکنیم صحبت خطکشی پیش میاد که چقدر من منفعتم بیشتر باشه، چقدر مالتون کمتر و برعکس. ولی فقط قدرت خارجی نیست. حالا ببخشید فقط مسلمه که نیست، ولی استدعا میکنم اگر ممکنه بفرمایید عامل اصلی به نظر جناب عالی فرهنگیه یا دخالت بیگانه؟ به نظر من عامل فرهنگی رو الان بهش میرسم. اینجور نیستش که بگیم عامل فرهنگیه. من اگر به من 1-2 دقیقه دیگه فرصت بدید. نه آخه دخالت خارجی رو اشاره فرمودید. وقتی اشاره کردید من باعث شد این سوالو بکنم که بالاخره بله. کدام یک مهمترن در نظرشون؟ دوباره بهش برگردم به خصوص اون نکته که شما داشتید در مورد قدرت خارجی و دخالت بیگانه. قدرت داخلی هم هست که میبینیم که آقایون به اصطلاح معممین الان به قول آقای مشکینی سلسله روحانیت سر کار هستش و به مافیای نظامی مالی تبدیل شده به این شکلی که میبینیم. ولی همشون نیست. همونجور که بازم شما گفتید نقش مردم هم اینجا مهمه. حالا بحث سر اینه واقعا که نقش مردم چقدره و قدرت خارجی یا قدرت داخلی چقدر از این عوامل مؤثرتری هستن. خب حالا بحثی که اینو بهش پرداخت و بحث امروز منم در همین زمینه هست. حالا در مورد به اصطلاح جامعه شناسی و بیماری گفتیم. اینه که بیماری
روانشناسی جامعه ایران رو راجبش من صحبت کردم قبلا، این رو یه خورده گسترش میدم. در یک مصاحبه دیگه مفصل‌تر، چون فقط راجب این داشتم صحبت میکردم، مفصل‌تر گفتم. ولی شما احتمالاً تو دوستان، تو آشنایان، توی شاید خانواده کسانی رو دارید که مبتلا هستن به بیماری اضطراب، انزایتی، مبتلا هستن به بیماری افسردگی، دپرسیون، و میبینید که این اشخاصی که مبتلا هستن به درجات مختلف چه کارهایی میکنن، چه حرکاتی دارن، چه رفتار و سکناتی دارن، و این رو میشه وقتی که راجبش فکر بکنید و راجب اون شخص خاص به عنوان یک غیر طبیب، اون رو وقت در سطح جامعه وقتی که نگاه بکنید میبینید که این مثل جامعه ما به طور کلی به همون دلایلی تقریبا که یک فرد میتونه مضطرب بشه و یک فرد میتونه افسرده بشه، این بیماری افسردگی و اضطراب به صورت اجتماعی و جمعی متاسفانه بارز شده در کشور ما. جواب شما رو بدم که از کی این چیز جدیدی نیست. از وقتی که این آقایون اومدن سر کار و خشونت رو رسوندن به این درجه‌ای که رسیده، یعنی از قریب 35 سال پیش. ببخشید؟ قریب 35 سال پیش. بله دقیقاً. حالا اوایل انقلاب چه شکلی بود و بعد کم کم به خصوص مثلا در اون نامه‌ای که آقای بهشتی در سال 59 اسفند 59 اگه اشتباه نکنم به آقای خمینی نوشت که ما در اقلیت محض هستیم، آقا به داد برسه، کاری بکن. آقای خمینی هم گفت شما برید مجلس رو بگیرید و بعد این تبدیل شد به کودتای خرداد 1360. بقیه‌اش هم خودش یه برنامه دیگه‌ای رو می‌طلبه. کودتای 60 منظورتون آقای دکتر بنی صدر رو؟ بله. جمهوری اسلامی مجبور شد، لازم داشت با ایجاد بحران ادامه جنگ، بحران گروگانگیری و حالا بحران مسئله اتمی بهانه درست بکنه برای سرکوب. این سرکوب مزمن، این ترس مزمن، این خفقان مزمن، این تنگنای مزمن همون عواملی است که یک فرد رو افسرده و مضطرب میکنه و جامعه ما رو افسرده و مضطرب کرده و اون بیماری است که من بهش اشاره کردم، ولی نه به صورت یک بیماری فرهنگی بلکه به صورت یک بیماری اجتماعی که بیشتر شاید یک جنبه حاد داره، حاد در به اصطلاح طول زمان و قابل درمان هست. ولی یه چیز که بیشتر باید بهش رسید اون مسئله فرهنگ اسطوره سازی و اسطوره پرستی و فرهنگ شاهنشاهی که اون رو حالا به حال ما 2500 سال فرهنگ شاهنشاهی داشتیم، این باید بهش یه موقعی رسیدگی بشه. متاسفانه دیدیم که آقای خمینی رو گفتن که ریشش قرآنه و عکسش هم روی کره ماهه، رسوندنش به یک جایی و اون موقع که این حرفا زده میشد با تعجب زیاد متاسفانه میدیدیم که یه عده‌ای اینا رو باور میکنن که جزء تحقیق کرده های کشورمون هم بودن. ولی حالا 30 سال 35 سال از اون قضیه گذشته و میبینیم یک شخصی مثل آقای مندلا میمیره و یه عده میان میگن که این قدیس بوده و یه عده میان مخالفت میکنن و میگن آقا قدیس چیه؟ این آقای مندلا یک آدمی بود مثل من، مثل شما، مثل همه ما، ولی در یک اصولی ایستاد، در یک مفاهیمی پافشاری کرد، در آزادگی، در استقلال، در خودانگیختگی، در زمان و مکان مناسبی که قرار گرفت تونست کارساز باشه برای مملکت خودش و برای بشریت. البته اینجا باید فقط اشاره‌ای بکنم که وقت شما رو من نگیرم و اون اینه که مندلا دارای ایرادهایی هم بود که آقای دکتر رئیس دانا به خصوص در برنامه هفته یکشنبه پیش به اون ایرادات به درستی با مدرک و سند اشاره کردم. بفرمایید. بدون شک هیچ انسانی به ایراد نیست. ببینید درست. این رو اون اسطوره سازی و فرهنگ شاهنشاهی که من همین حدود 1 دقیقه و نیم پیش راجعش صحبت کردم دقیقاً منظورم همین بود. آقای مندلا رو نه به یک عنوان فوق بشر، یک ابر بشر باید بهش نگاه کرد. آقای مندلا با تمام ضعفاش، با تمام عیب‌هاش، با تمام اشکالاتی که هر آدمی ممکنه پیدا بکنه در شرایط مختلف، این تونست در شرایطی که توضیح دادم برای شما از یک آدم خشونت پرست و موافق مبارزه قهرآمیز برسه به یک انسانی که دیگه وقت این برنامه رو نمیخوام بیشتر از این بگیرم با توجه به اینکه ظاهرا با کسی دیگه هم راجع به آقای
مندلا صحبت کرد. بله. الان مثلا باز برگردم به همین فرهنگ اسطوره‌سازی و فرهنگ شاهنشاهی به مناسبت لایسیته که همین 3 روز پیش بود، من یه سری مطالبی رو تهیه کردم و به صورت فایل‌های صوتی، تصویری و نوشتاری منتشر کردم. هنوز که هنوزه مشکل دارم من با بعضی از هموطنان خودم به خصوص در جامعه سیاسی وقتی که راجع به جدایی دین از سیاست یا از حکومت یا از دولت، بله، اصلا سخته برای من که بتونم این مرزبندی رو بین این 3 تا کلمه‌ای که گفتم، سیاست، حکومت و دولت، رو به خاطر اون اسطوره سازی شاهنشاهی، فرهنگ شاهنشاهی که گفتم برای شما این رو بزدایم. اینم به اصطلاح در جنب این صحبت‌ها کردیم. حالا درمان چیه؟ این ایبا رو گفتیم، عامل داخلی و خارجی رو گفتیم و عامل مردم هم گفتیم، بیماری حاد و راجع به فرهنگش هم صحبت کردیم. یعنی نه در جواب بنده به نظرم اینو بذارید مشخص کنیم. شما این عامل رو که حالا اسمش هر چی بذارید، یا بیماری یا هر چی که مهم نیست، آنچه که شما فرمودید ما قبول میکنیم، نه آنچه که من گفتم، شما معتقدید از زمان روی کار آمدن خمینی در واقع ایجاد شد. ببینید اون بیماری اضطراب رو راجع بهش صحبت میکنیم، اضطراب و افسردگی و انفعالی که وجود داره. شما توجه داشته باشید که یک ملتی در زمان پهلوی هم دچار همون اون بیماری شده بودن. اون انفعالی که سالهای 54 55 اینا بود تبدیل شد به همون حدودهای 55 56 و بعدش در اوج در سال 57 اون شور، اون غریان، اون عصیان، اون زندگی، اون حی حاضر بودن یک کشوری رو، یک ملتی رو در کشور خودش ما دیدیم. مردم ایران زنده شدن، عصیان کردن به قدرت خارجی و قدرت داخلی و اون به اصطلاح عروسک دست ساخته قدرت خارجی که بر کشور ما حاکم بود. بله. به علت اتفاقاتی که البته این اجازه بدید فقط بگم که یکی از کسانی که حالا نمیدونم بیماری دچار من شد یا چی، ولی من قبل از اینکه انقلاب بشه از دست اون آقای شاه و کارهایی که میکرد مجبور شدم اومدم به خارج که داستان مفصلی داره. بفرمایید. بله، امیدوارم که برسم در این 13 دقیقه باقی مونده از وقتم در نتیجه برگردیم به در مورد درمان. حالا اینه که قدرت خارجی چقدر اثر داره، مؤثر هست، و قدرت داخلی چقدر مؤثر هست، این رو بایستی که راجبش صحبت کرد. و اینه که درمان چیه. اگر که معتقدیم که قدرت خارجی هستش که اثر زیادی داره یا اثر داره که داره، حالا چیکار میشه کرد باهاش؟ آیا حرکت قهرآمیز میشه کرد؟ تصور نمی کنم که شما یا بیشتر یا شاید انشالله همه شنونده های شما موافق حرکات خشنی مثلا حمله 11 سپتامبر برج دوقلو و این نتها باشه. به هیچ عنوان. بله. به امپریالیسم به قول شما، اونم که ما در همچین به اصطلاح موقعیتی که نیستیم که چنین کاری بکنیم. چرا ما در موقعیتی میتونیم باشیم. وقت شما رو نمیگیرم، بفرمایید. بله، داریم راجع به الان صحبت میکنیم دیگه. منم راجع به الان دارم صحبت میکنم، ولی بفرمایید. شما هم هست چه باید کرد. بله بفرمایید. راجع به قدرت داخلی اگه بخوایم صحبت بکنیم، اونم باز میشه راجع به حرکت قهرآمیز صحبت کرد که مثلا گروه‌های چریکی، میلیشیا و این حرفا که میدونید که اونام دیگه واقعا اقبالی بهش نیست. حالا میمونه حرکت غیر قهرآمیز و اینی که چه کار باید کرد. آیا این مبارزه‌ای که گفتم در جهت مخالف قدرت، این دیدیم که واقعا درست نیست در به اصطلاح زمان مکان و شرایط فعلی. حالا چطوره که در جهت موافق قدرت بریم جلو و بخوایم عمل بکنیم؟ قدرت خارجی رو بعضیا علیرغم اینی که بسیاری از کسانی که تو کنفدراسیون، بسیاری شاید استفاده از لغت نابجایی باشه، بعضی از اعضای کنفدراسیون، همونایی که شاید همزمان با شما اومدن بیرون، الان قدرت خارجی همون امپریالیسمی رو که به اصطلاح باش می‌جنگیدن رو باهاش همچین زیادم مخالف نیستن و بعدشون هم نمیاد که یک کمک‌هایی هم بگیرن از امپریالیست که بلکه به کمک رو بتونن به خودشون آخوندا رو بردارن و قدرت تصاحب بکنن. این گونه آدمای بسیار
گمگشته‌ای هستند که از روز اول هم گم بودن، امروز هم گم شدنشون ظاهر شده. به هیچ عنوان که در این بابت با هم دیگه مشکلی نداریم و تصورم نمی‌کردم که من و شما در این زمینه اختلاف نظری داشته باشیم. ولی به هر حال بسیار نیستش که این فایل صوتی رو برنامه شما رو کی گوش میده دیگه. در نتیجه مخاطب من به غیر از شما کسان دیگه هم هستید و لازم هستش که راجع به اون چیزایی که میگم یه مقدارم توضیح بدم و بگم که چرا مصالحه که نه، ولی درآمیختن و استفاده کردن از قدرت خارجی به این ترتیب که گفتم، چه به صورت قهرامی که مثل اینکه گفته بودن به عراق و افغانستان حمله کردید، به ایران هم حمله کن، ما رو از شر آخوندن نجات بده، چه به صورت غیر قهرامی، یعنی حتی دعوت از خارجی برای تحریم ها، از نظر من کاملا غیر قابل پذیرفتن و مذموم. بسیار. در مورد قدرت داخلی چطور؟ آیا میشه قهرامیز کرد؟ گفتیم که اون رو اقبالی نیست بهش به درستی. من موافق خشونت نیستم، حتی بر علیه جمهوری اسلامی. خشونت گریزی رو نمیگم، خشونت ترهیزی میگم. وقتی که حمله ای بشه دفاع میکنه آدم، ولی خشونت زدایی یه چیزی. بله، دفاع از خیش بسیار لازمه، ولی آنچه که شما میفرمایید کاملا مشخصه. بفرمایید. خشونت زدایی رو من متوجه هستم. اونو باز میشه در یک برنامه دیگه عرض کنم که چیز کرد، توضیح داد. در نتیجه اگر که بخوایم به این کم کم رسیدیم به یک وسیله، یک روش کار کردن و اون روش کار کردن هستش توسط به اصطلاح فکر کردن راجع به اینه که قدرت خارجی رو داریم، قدرت داخلی رو داریم، یه طرف هم مردم رو داریم. حالا چجوری باید مبارزه کرد؟ حتی اگر که به قول شما فرض بکنید که عامل قدرت خارجی یا مثل اصلاح طلبها عامل قدرت داخلی نقش عمده رو داره در وضعیت موجود، نمیتونید به واسطه مردم عمل نکنید. دلیل اینه که شما یک برنامه فرهنگی دارید، دلیل اینه که شما توی یک کمپی به اصطلاح تعلیم مسلحانه و این حرفا نمیدید، بلکه اینجا تلویزیون دارید، رادیو دارید، کانال پند تاریخ دارید. اینه که شما مخاطبتون که امپریالیست نیستش، که مخاطب شما مردم هستن. این دلیل منو میاره برای اینه که عامل اصلی برای درمان معضلی که درش هستیم خود مردم هستن، به شرطی که به خودمون یادآوری کنیم که بایستی که به خود اعتماد به نفس داشته باشیم. بله درسته، امپریالیست به قول کسانی که اون لغت استفاده میکنن، قدرت خارجی، قدرت‌های به اصطلاح حکومتی و غیر حکومتی خارجی و دولتی و غیر دولتی خارجی نقش دارن در وضعیتی که ما داریم. قدرت داخلی، این لازم به توضیح نیست اصلا، نقش داره در وضعیت داخلی، در وضعیت کشور ما. ولی الانه این برنامه رو من شما واسه آقای خامنه‌ای ضبط نمی‌کنیم، واسه آقای رفسنجانی خاتمی هم پخش نمی‌کنیم. اینو واسه مردم و واسه امثال دوست گرامیمون آقای طاهر هموطنمون در ایران یا در خارج داریم پخش می‌کنیم. البته آقای دکتر ببینید، من لاجرم باید یه اشاره‌ای بکنم. فرمودید که و اگر از وقت شما هم گرفته میشه عذر میخوام، ضمن اینکه 5 دقیقه هم میتونیم از 30 دقیقه بیشتر بریم. ببینید جناب عالی فرمودید برای کسانی که از لغت امپریالیسم استفاده میکنن، یعنی جناب عالی استفاده نمیکنه و من ایراد نمیگیرم، فقط سوال دارم. اگر امپریالیسم به نظر شما استفاده نمی کنید، بنابراین یعنی این روزها دیگه امپریالیسمی وجود نداره یا امپریالیستی وجود نداره. درست میگم؟ نه، جوابتون این نظر من نیست و درست نمیفرمایید. خیر، وقتی که شما میفرمایید دیگران میگن من نمیگم، من از این نظر هست کرد. الان داشتم عرض میکردم که چرا نمیگم. من اصولا فرهنگ لغتی که به کار میبرم، مخاطبم این نیستش که به طرف اون کسی که با من موازنه ایجاد کرده و در توازن قوا با مردم من هست. من مخاطبم خود مردم هستم. در توازن که نیستن که. معذرت میخوام ببخشید. در توازن قوا که نیستیم ما. یعنی مردم در توازن قوا نیستن امروز با امریکا و اروپا و اینها. توازن یعنی
معادل باشن، توازن یعنی هم وزن باشن. من ببین الان شما یه چیزایی رو به مطرح میکنید که این واقعا ساعت‌ها راجبش. نه قربونتون، من توازنی که شما به کار بردید معنا میکنم، من کاری نکردم. بله حالا آخه این بعضیش هم شاید حالا توضیح میدم. منظورم از توازن قوا، منظورم ورود در رابطه قوا هستش. منظورم اون چیزی بود که آقای مصدق ازش پرهیز میکرد و به عنوان سیاست موازنه منفی ازش یاد میکنه. منظورم دقیقاً اینه. از چی پرهیز میکرد؟ ببخشید آقای دکتر، از چی آقای دکتر مصدق از چه چیزی پرهیز میکرد؟ الو؟ بفرمایید، من حرف شما رو قطع نمی‌کنم، بفرمایید. من سوال کردم از جناب آقای دکتر مصدق از چه چیزی پرهیز میکرد که شما فرمودید از آنچه که پرهیز میکرد؟ از چه چیزی پرهیز میکرد؟ در اون موقعی که آقای دکتر مصدق مشغول عمل بود، دو تا نیروی عمده خارجی بودن. یه عده روسوفیل بودن، یه عده آنگلوفیل بودن. بعدم که البته دولت امریکا وارد قضیه شد. اون موقع مد بود، یعنی لازم میدونستن نحوه فعالیت سیاسی این بود که یا باید به سمت یا به جنوب باید باج داد به انگلیس‌ها، یا به شمال باید باج داد به روس‌ها. سیاست موازنه عدمی به قول مدرس یا سیاست موازنه منفی به قول مصدق این هستش که من کاری ندارم که به اینا لزومی نداره که من به این یا به اون باج بدم. من مخاطبم مردمم هستن و کشورم هستن و میخوام این چیزها رو داشته باشم در کشورم. در مورد چیزی که من میگم و در مورد چیزی آقای مصدق میگم، مسئله نفت و ملی شدن صنعت نفت. الانم اگر که مسئله آقای دکتر مصدق استقلال بود. بفرمایید. فقط اشاره کرد. استقلال یک تعریف فلسفیش و تعریفش باز بر اساس بینش دکتر مصدق همون موازنه منفی است دیگه. نه خیر قربان. نه خیر قربان، با عرض معذرت عرض میکنم نه خیر، برای اینکه اگر آنچه که دکتر مصدق نوشته یا گفتاری که به صورت نوشته در اومده بیشترین تکیه بر سر استقلال، همون عرضی که بنده میکنم عدم دخالت بیگانه، هم از روس و انگلیس و امریکا و همه، عدم دخالت بیگانه در امور داخلی. تمام صحبت دکتر مصدق این بود ملی کردن نفت یک پروسه‌ای بود که ضرورت استقلال اون روز ایران رو طلب می‌کرد. بفرمایید. بله. شما فرمودید که روس و انگلیس و امریکا همه خارجی. هر خارجی، منظور ایشون عدم دخالت بیگانه بود. بله بفرمایید. بله دیگه، چه غرب باشه چه شرق. بله درست. بله. اینو وقتی که ترجمه بکنیم به اصطلاح زبان فلسفی که من پیشنهاد کردم خدمت شما عرض کردم، میشه همون موازنه عدمی. اون وقت موازنه عدمی رو، اون استقلال و اون خودانگیختگی رو، اونجوری که من مایل هستم دوباره مخاطب و مردمم هستن، هموطنام هستن، اون رو در سطح فردی اصلا میشه راجبش صحبت کرد و اون اصلا تمام پایه و اساسی است که میشه راجبش به صورت خودانگیخته با باور به خود رفت جلو و مبارزه کرد با عامل بیگانه، قدرت خارجی و قدرت داخلی. وقتی که استقلال رو فقط به تمامیت ارضی که مثلا کشور عزیزمون مثلا 1 میلیمتر ازش کم بشه. آقای دکتر ببخشید مجبورم اینجا صحبت کنم. جناب عالی هم با عرض معذرت همون اشتباهی میکنید که مردم ما هم از روشنفکران ما مثل جناب عالی میکنن. قربانتون برم، استقلال به معنایی که زنده یاد دکتر محمد مصدق میگفت یا به ترتیبی که بنده اشاره میکنم اصلا ربطی به تمامیت ارضی نداره، حتی اشارش هم کسی نمیتونه به اون بکنه. اصلا مسئله استقلال ارضی نیست. این اشتباه بزرگه که جناب عالی هم گویا میفرمایند. نه خیر، من نقل قول کردم. الان در حدود 20 ثانیه بیشتر وقت ندارم متاسفانه که توضیح بدم.
من گفتم که تمام میلیمتر 1,648,195 کیلومتر مربع مملکت من برای من مثل جان عزیزه، ولی کلمه استقلال، مفهوم استقلال رو به تمامیت ارضی اگر که اجازه میدادین عرض میکردم. من به اون خلاصش نمی کنم. اصلا اون نیست که شما به اون خلاصه کنید. بله؟ اصلا اون نیست که به اون خلاصه کنید. معنای استقلال زنده یا دکتر مصدق اون نیست. به نظر شما و به نظر من ولی به نظر بعضیا در بعضی از سخنرانی‌ها و مباحثه‌هایی که داشتم این به همین ترتیب، به همین وضوح، به این ترتیبی که عرض میکنم این اشتباه بزرگی است که ادعی میکنن لازمه. اجازه بفرمایید، اشکال نداره. وقت من 30 دقیقه دوم شروع میکنم اگه شما موافق باشید. ببینید آقای دکتر، جناب عالی استدعا میکنن در هر وقت آزادی که دارید 10 صفحه از هر نوشته دکتر مصدق رو میخواید بخونید، از هر جاش، از کتاب تعلماتش، از نطقهاش، از هر جا شما ببینید که چند بار به مسئله استقلال و اون هم با معنی، حتی میگه اصلا منظور ما از استقلال نه نفت، نه پول، نه اقتصاد، نه هیچ چیز دیگه. قربونتون برم. برای همین بود که من عرض کردم جناب عالی هم مثل بعضتون امیدوارم نیاد، من قصد نه توهین دارم نه هیچی، این اشتباهی است که جاریه در بین روشنفکرانی مثل جناب عالی و دیگران که استقلال رو با استقلال ارضی قاطی میکنن و هرگاه که این جمله رو به کار میبرن این هم بهش دنبالش اضافه میکنن که استقلال ارضی. اصلا صحبت دکتر مصدق یک نفر پیدا کنه برای من که ببینم جایی دکتر مصدق وقتی اشاره میکنه به استقلال منظورش استقلال هم شاید بگم بهتره هم مرزهای ایران و 1 اینچ از خاک ایران و ایناست. همچون چیزی اصلا پیدا نمی کنید شما. بفرمایید. بله متاسفم که حرفم قطع شد. والا من اگه متاسفید این دفعه اصلا سکوت میکنم که شما هرچی دلتون میخواد بگید، ولی این یک محاوره دو طرفه است. اگه یادتون میره من عذر میخوام. چه باید؟ نه خواهش میکنم، برای اینکه این توضیحات شما وقت لازم نبود، برای اینکه شما به من نسبتی دادید که در یک بحث آزادی من در مقام مخالفت با این معنا قرار داشتم. یعنی کسی که در به اصطلاح معنای استقلال پافشاری میکرد به عنوان یک مفهوم حقوقی، کسی که در معنای استقلال پافشاری میکرد در معنای تمامیت ارضی، نه استقلال ارضی که شما فرمودید. نه اصلا معنای تمامیت ارضی نمیداد سخن دکتر مصدق. لطفاً پیدا کنید. این میگم آقای حسیبی عزیز گرامی من، یه لحظه اجازه بدین. آخه منم دارم میگم وقتی که شما میگید که منظور شما بود من نمیتونم که، من تمام عمرم از 13 سالگی با مصدق بزرگ شدم، امروزم بدون مصدق نمیتونم زندگی کنم. بله شما این مندلا رو البته توجه داشته باشید. من نمیگم مصدق فقط همونطور که آقای رئیس دانا فرمودن اون هم یک آدمی بود مثل بقیه آدم‌ها، مصدق هم یک آدمی بود مثل بقیه آدم‌ها با تمام ضعف‌ها و با تمام قوت‌هایی که بقیه. آقای رئیس دانا نفرمودن که مندلا هم مثل بقیه بود، مثل هر آدمی بود. نه، ولی این صحبت شما بسیار درسته که مصدق هم یک انسان بود و اشتباه هم کرد. این رو میتونم قبول. اینم طبیعیه، ولی طبیعیه بله. یک به اصطلاح دینی داره سر کشور ما و مردم ما و تاریخ دنیا به نظر من که اون واقعا قابل به اصطلاح اغماض نیست به هیچ شکل. ما الان 4 دقیقه گذشتیم از 30 دقیقه وقتمون. نمیدونم من اگه بخوام شروع بکنم دیگه خیلی زیادتر از اون 30 دقیقه میشه. بخواید هر جور که شما بخواید من میتونم انجام بدم. والا هر جوری هم شما بخواید من انجام میدم. اگر فکر میکنید که واقعا با حرفای من باعث شده که وقت شما گرفته شده، میتونم اینجا ببندم، بلافاصله 2 دقیقه دیگه خدمتتون تلفن کنم، 1 نیم ساعت دیگه بالاخره ما
امروز 5-6 تا 7-8 تا بخش داره برنامه‌مون که بنابراین همین کار میکنیم. من تا 2 دقیقه دیگه خدمتتون زنگ میزنم. ممنونم. فعلا وقت استدلال. خب همیهنان گرامی، وقت رو تلف نکنم و این صحبت به جاهایی داره میرسه که عرض کردم من هیچ چیزی دیگه نمیدونم، ولی آنچه که فکر میکنم میدونم کلام به کلام و رفتار به رفتار دکتر مصدقه و به همین دلیل که میدونم عاشق راه او هستم، چون عاشق او بودن نه فایده داره، نه افتخاری است، نه هیچی، نه بازماندهی داره. زنده یاد دکتر مصدق که از من تشکر کنه و نامه فدای از شبان برام بنویسه. راه مصدق همین امروز هم راه نجات ایران تنها و تنها همان است. حالا آقای دکتر صدارت نظری دیگری دارن و محترم نظرشون. متشکرم. الان میبندیم این بخشو و بخش دیگری آغاز.